صبح دوشنبه 11 ژانویه 1993 توی یکی از شهرهای فرانسه یه اتفاق وحشتناک افتاد. خونه دکتر ژان آتیش گرفت و همسر و دو تا بچه‌های اون توی این حادثه مردن و فقط دکتر تونست جون سالم به در ببره. اما این فقط ظاهر قضیه است. ژان کلود توی 11 فوریه 1954 متولد میشه و بنا به گفته‌های خودش خیلی کودکی شادی داشته، خانواده‌اش خیلی دوستش داشتن و یه دانش آموز زرنگ و درسخون بوده که همیشه سعی می‌کرده نمره‌های بالایی بگیره. اما خب از نظر بدنی یکم ضعیف بوده. ژان برای اینکه باعث خوشحالی مامانش بشه شروع میکنه به دروغ گفتن. اون همیشه به مامانش میگفته که بهترین نمره ها رو توی مدرسه میگیره و مامانش هم خب به اون افتخار میکرده و کم کم دروغگویی براش شده بوده یه عادت و دوست داشته که در مورد هر چیزی بی دلیل دروغ بگه. سال 1971 توی دانشکده پزشکی ثبت نام میکنه، اما اون که فهمیده بود دروغ گفتن از درس خوندن خیلی راحت تره به کارش ادامه میده و باعث میشه که همون ترم اول مردود بشه. ژان که حوصله درس خوندن نداشت از دانشکده پزشکی انصراف داد، اما همچنان به دروغاش ادامه میداد. اولین دروغ جدی هم که باعث شد سرنوشتش عوض بشه این بود که به همه گفته بود توی سال دوم رشته پزشکی در حال تحصیله و اجازه معاینه بیمارای معمولی رو داره و جالبه که هیچکی هم متوجه دروغ اون نشده بود. از این به بعد ژان به مدت 13 سال هر سال توی ماه سپتامبر که زمان ثبت نام ترم جدید بود برای ثبت نام به دانشکده پزشکی میرفت و برای اینکه دوستاش حرفشو باور کنن دائما در حال گرفتن جزوه از استادا بود و از دست‌نوشته‌های دوستاش قرض میگرفت و وقتی هم که دوستاش بهش میگفتن تو که اصلا سر کلاس نمیای چطوری درس میخونی میگفتش که چون که خیلی دانشجوی فعالیه استادا بهش یه سری تحقیق میدن به خاطر همین نمیاد، وقت نمیکنه بیاد سر کلاس. و جالبه که هم حرفای اونو باور میکردن چون خیلی منطقی دروغ میگفته. در کل که 13 سال همینطوری گذشته بود بدون اینکه کسی شک کنه بهش و همونطوری با همه اون دروغاش تونسته بود که به یه روش نامشخصی مدرک بگیره و همه فکر کنن که اون فارغ التحصیل شده. وقتی که رئیس دانشکده پزشکی عوض میشه خب درس ژان و دوستاش تموم شده بوده دیگه، بعد میاد پرونده رو که بررسی میکنه شک میکنه، ولی خب دیگه خیلی دیر شده بوده و خیلی براشون بد بوده که بگن که یه دانشجو 12 13 سال داشته به همه دروغ میگفته. در واقع اعتبار دانشکده پزشکی زیر سوال میرفته. به خاطر همین تصمیم میگیره که چیزی نگه و سکوت میکنه و این باعث میشه که ژان توی آینده تبدیل به یک قاتل سریالی خطرناک بشه. در واقع ژان اصلا رشته پزشکی رو تمام نکرده بود و تمام این مدت از مامان باباش و همسرش پنهان کرده بود این قضیه رو و اونا فکر میکردن اون یه پزشک موفقه. اون به خانواده‌اش میگفت به خاطر نوشتن مقالات علمی باید به کشورهای مختلف سفر کنه و خب این آدم فقط میرفته تا فرودگاه، چند روز توی هتل اونجا میمونده، مجله میخونده و راهنمای سفر میخونده و دوباره برمیگشته. بهشون هم میگفته که من خیلی سرم شلوغه و با هم تماس نگیر. حالا مشکلی که این شغل خیالی واسش ایجاد میکرد این بود که پول نداشت، اما اون با مهارت زیادی که تو دروغ گفتن داشت باعث شد که چند سال بتونه خرج خودش و خانواده‌اش رو تامین کنه. اون اومد آپارتمان همسرش رو که خیلی با کار و زحمت زیاد از دستمزد خودش خریده بود فروخت و به همسرش گفته بود که میخواد اونو توی جای مطمئن سرمایه گذاری کنه. خب چون که همه اونو فرد محترمی حساب میکردن میتونست از بستگانش هم مبلغ نقدی زیادی بگیره و بگه که دارم سرمایه گذاری میکنم. پس با پول خونه همسرش و پولایی که از فامیلاش میگرفت خرج زندگیشون رو در می آورد و همه فکر میکردن که اون داره براشون سرمایه گذاری میکنه. بعد از این همه دروغ که گفته بود بالاخره یه روز تو تله افتاد. زمانی که تو سال 1988 پدرزن ژان تصمیم گرفت که پولی که سالها قبل به دامادش داده بود رو بر سرمایه‌گذاری ازش پس بگیره، ژان متوجه میشه که خب دروغش داره لو میره. بعد چند روز بعد پدرزنش با اتومبیل به ته در سقوط میکنه و تنها شاهد ماجرا هم ژان بوده که با پدرزنش تو اتومبیل بوده، ولی توی کمال خوششانسی لحظه آخر موفق میشه خودش رو پرت کنه بیرون. مادر زنش هم که بعد فوت ناگهانی همسرش احساس میکنه دیگه نیازی به اون خونه بزرگ و گرون قیمت نداره، داراییش رو میفروشه و پولش رو میده به دامادش تا بتونه براش سرمایه گذاری کنه. 4 سال بعد یکی از دوستای نزدیک ژان اومد و گفت پولمو میخوام که بهت داده بودم برای سرمایه گذاری و مبلغ 900,000 فرانک بوده. و خب کم کم دوستای دیگه‌ش هم شروع میکنن به درخواست پولشون. دیگه الان تعداد افرادی که پولشون رو میخواستن زیاد شده بود و دروغای اون داشت
لو میرفت و باید یه فکری میکرد، یا حقیقت رو میگفت یا خودکشی میکرد. حالا بریم سراغ روز حادثه. جان همچنان توی دورایی بود که حقیقت رو بگه یا خودکشی کنه که توی 9 ژانویه 1993 یه تصمیم متفاوت گرفت. فاجعه دقیقاً توی نهمین شب ژانویه 1993 اتفاق افتاد. صبح اون روز جان میره سراغ پدرش و میگه اسلحه‌شو میخواد به یه شخص هدیه بده. حتی شب صبر میکنه و وقتی که همسرش میخواد با وردنه آشپزخونه چند بار ضربه به سر اون زن میزنه و اونو میکشه. بعدم با خیال راحت که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده خیلی عادی میخوابه. صبح روز بعد یعنی روز 10 ژانویه جان میاد دو تا بچه‌هاش از خواب بیدار میکنه، بهشون یه صبحونه مفصل میده و بهشون میگه که اجازه دارن تو اتاق نشیمن کارتون ببینن و حق ندارن که وارد هیچ اتاق دیگه‌ای بشن و تا شب منتظر میمونه تا بچه‌هاش بخوابن و نقشه شومش رو عملی کنه. وقتی بچه‌های بیگناهش که از هیچ جا خبر نداشتن میرن بخوابن، با اسلحه سراغشون میره و بچه‌های 7 و 3 سالش رو با گلوله میکشه. بعد به خودش میگه که خب کی مونده دیگه که بتونه لوش بده. میبینه که پدر مادرش موندن، اون دوستی که 900,000 فرانک بهش قرض داده بود. صبح 11 ژانویه از شهر خارج میشه چون که خونه پدریش توی یکی از شهرهای مرزی سوئیس بوده. برای صرف یه وعده غذایی میره خونه پدر مادرش و بعد از اینکه غذا میخوره در کمال بیرحمی پدر مادرش رو به گلوله میبنده. خب فقط یه نفر دیگه میمونه، اونم دوستش بوده، باهاش تماس میگیره و به نهار دعوتش میکنه. اما بین راه خب خودش و دوستش تو ماشین بودن و جاده‌ام خیلی خلوت شده بوده. به دوستش میگه که ماشین خراب شد. بعد سعی میکنه که با طناب دوستش رو خفه کنه، اما دوستش خیلی باهوش بوده و اسپری اشک‌آور رو میپاشه توی صورتش و موفق میشه که از دستش نجات پیدا کنه. ژان به دوستش میگه که اگه قول بده به کسی در مورد این اتفاق چیزی نگه، عوضش اونم نمیکشتش و اجازه میده که زنده بمونه. دوستش هم قبول میکنه، اونو ولش میکنه و برمیگرده خونه خودش که جسد بچه‌هاش و زنش بودن تا ادامه نقشش رو عملی کنه. اون برمیگرده خونه، یه مقدار زیادی بنزین توی خونه میریزه و آتیش میزنه خونه رو. بعد خودش قرص خواب آور میخوره و میشینه تلویزیون نگاه میکنه. در واقع میخواسته خودش هم بمیره، اما ظاهرا تاریخ انقضای اون قرصا تموم شده بوده، اثر نمیکنه و اون مجبور میشه که از اون خونه بیاد بیرون. بعد از پیدا شدن جسد بچه‌هاش و همسرش، ژان به عنوان مظنون اصلی پرونده دستگیر میشه، اما سعی میکنه تفره بره و مثلا جواب نده، اعتراف نکنه. حتی پلیس فکر میکرده که اون به خاطر شوک این قضیه است دچار آسیب روانی شده و نمیتونه حرف بزنه. اصلا باورشون نمیشه که فرد محترم و پزشک مشهور شهرشون این همه قتل انجام داده باشه. روز بعد از آتش سوزی برادر ژان میره سر بزنه به پدر مادرش و وقتی که جسد اونا رو میبینه، پلیس دیگه به صورت جدی‌تر شروع میکنه بازجویی کنه از ژان و اونم خب دیگه چاره‌ای نداشته جز اعتراف کردن و همه رازاش لو میره. در نهایت توی 2 جولای 1996 به اتهام قتل همسر و 2 فرزندش و همینطور پدر مادرش محاکمه میشه و بهش حبس ابد بدون آزادی مشروط میدن. بعد از اینکه محاکمش تموم میشه میگه من توی این سالها هیچ وقت احساس آزادی نکردم، اما بالاخره بعد از 20 سال از دست دروغام خلاص شدم. این پرونده جنایی هم تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشید. لطفا از کانال حمایت کنید، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره.